برا ابن عازب میگوید بار پیغمبر خدا را در مدینه دیدم، یک ردای سرخ پوشیده بودند، ردای سرخ، لباس سرخ، بعضی بچه‌هایش رو داره، موی سرشان چون مشک سیاه بود، ریششان چون مشک سیاه بود، رخسارشان چون ماه می درخشید، در بر لباسی سرخ داشتند. وای الله، میگه وقتی که من او رو دیدم آنچنان زیبا و خوشرو در نظرم نمایان شد که خوشروتر از او تا حیات داشتم دیگر کسی را ندیدم. ببینید رسول اکرم چی زیبا بودم. حتی و یادم می آید واقعی پیش از پیغمبریشانه، بگید ابن عساکر در تاریخش در شهر مکه و جزیره العرب خوشحالی سخت شد. خداوند از این تو خوشحالی جمهوری ما رو نگه دارد.